ببخش. بهترین شب برای بخشش امشبه، شب صلح، شب وفا، شب محبت، شب عشق. اون کسی که در درونت بهت میگه نبخش کیه؟ هر چیزی که دلمو شکوند، همونی که فحش بهت داد، همونی که اذیتت کرد، همونی که از کار بیکارت کرد. تا نبخشی معنی رحمان و رحیم تو وجودت معنا نمیشه. هر آدمی که اذیتم کرد اون معلم سختگیر زندگی من بود. من فکر کردم دشمن منه. ببخشش، همین امشب ببخشش. میبخشم تا بخشیده شوم، میبخشم تا بخشیده شوم، میگذرم تا خدا نیز از من بگذرد.